بیش از 100 مهاجر تاجیکی در شهر کالینینگراد روسیه برای برگزاری چمپیونات جهانی فوتبال 2018 تحت رهبری فیفا ورزشگاه می‌سازند، میگویند حدود 5 ماه باز معاش نگرفتند. نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان میگوید از این مهاجران شکایت دریافت نکرده است، ولی در یک سال اخیر 50 میلیون روبل مهاجران تاجیک بیش از 800 هزار دلار را از کارفرمایان پس گردانده است. سعید حکیموف مهاجر 45 ساله تاجیکی در ساختمان ورزشگاه کالینینگراد کار میکند، روز 17 ایول بر رادیو آزادی گفت 5 ماه باز همسر و 4 فرزندش در تاجیکستان با پول قرض زندگی میکنند. او گفت حقی از ورزشگاه بیرون شدن ندارند و اینجا 3 وقت برایشان غذا و جای خواب رایگان نیز میدهند. اما پرداخت نشدن معاش زندگی خانواده های مهاجران در تاجیکستان را مشکل کرده است. 4 ماهید نگرفته، ما اینا مکتوب مینویسه تا تاجیکستان میره تا اطلاعاتی وای میگرده اینجا میاد 6 ماه میشه. دیگه فیرما جنجال خطیر زباسا کردن گرفتن. این فیرمای ما مرده. در ورزشگاه شهری کالینینگراد که تا آخر سال 2017 باید ساخته شود، بیش از 500 نمایندگان خلق و ملت‌ها از کشورهای شوروی سابق کار میکنند. قهرمان رازوموف، سرکاری که بیشتر تاجیکان زیر دستی او در این ورزشگاه کار میکنند، روز 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت معاش مهاجران تاجیک به زودترین فرصت پرداخت می شود. رازوموف سبب تأخیر معاش مهاجران را شرح نداد، اما گفت این به مشکل شرکت وابسته بود که مهاجران را برای کار در اینجا جلب کرده است. طاهر اسمتوف مهاجر دیگری تاجیک گفت بیش از 4 ماه باز چنین وعده میگیرند، ولی معلوم نیست که کی معاش پرداخت می شود. او گفت مهاجران قرقیز نیز 3 ماه معاش نگرفته بودند، ولی هفته گذشته کارپرتایی کردند و معاششان فوراً پرداخت شد. و افزود که وعده میتیان اصلا نمیتیان نیست، وعده میتیان اصلا نمیدونم این میتیانمون یا نمیتیانمون اصلا این شغلی وعده رو داگیان که همین آخرای همین ماه و 2 ماه کرده میتیم. مهاجران تاجیکی که در ساختمان ورزشگاه کالینینگراد کار میکنند گفتند از این مشکل به نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان نامه نوشتند، ولی نمایندگی این خدمات گفت تا هنوز نامه دریافت نشده است. اکثر مهاجران تاجیک به گفته کارشناسان وقتی از پرداخت نشدن معاش خود به دادگاه شکایت میکنند که دیگر امیدی برای کار در این کارگاه یا شرکت ندارند.